اکثر ادیبان معروف ما و عموما اهل قلم یا فعالیت خود را از واسطه های اخبار عامه آغاز کردند یا با آنها همکاری دائمی داشته با همین راه در رشد مطبوعات ملی سهمی نمایان گذاشتند. بنابراین میخواهم تأکید نمایم که مطبوعات امروزه ما باید این مکتب ارزنده و آموزنده را هرگز فراموش نسازد و عنعنه های نیک آن را ادامه بخشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. صفحه صفحه جلد قاموس ما، واژه های ننگ و ناموس ما، چشمی مردم تا شود روشن به این در شبی مفکور فانوس ما. صفحه صفحه جلد قاموس ما، واژه های ننگ و ناموس ما، چشمی مردم تا شود روشن به این در شبی مفکور فانوس ما. ما جوان تر با جوانان میشنیم، با قلم ممتاز دوران میشویم. تاجیکستان با جوانان خورم است، با جوانان تاجیکستان میشویم، با جوانان تاجیکستان میشویم. سوزنی درمان میلت خام است، یادگاری بهترینش نام است. بوی تاریخ آید از هر صفحه اش، این جریده صفحه شاهنامه است. سوزنی درمان میلت خام است، یادگاری بهترینش نام است. بوی تاریخ آید از هر صفحه اش، این جریده صفحه شاهنامه است. ما جوان تر با جوانان میشنیم، با قلم ممتاز دوران میشویم. تاجیکستان با جوانان خورم است، با جوانان تاجیکستان میشویم، با جوانان